увеличилась по сравнению с прошлого года со 108. Статус конференции становится международным. Это проблемы наследственных заболеваний, врожденные пороки развития у детей. Также много работ будут рассмотрены в области хирургии, особенно по малоинвазивным направлениям, сердечно-сосудистой, реконструктивно-пластической и других видах хирургии. Очень много вопросов будут рассмотрены на секциях по теоретической медицине. Желаю всем и интересных Волида Яршимору, Хшамадет Гуфта, подходе конференции. امروز من خوشبخت هستم که در کنفرانس سالانه دانشگاه در موضوع رابطه با بیماری دیابت قند معروضه دارم. دیابت قند یکی از بیماری‌های پنهان‌شده سیستم اندوکرینی در طب به حساب می‌رود که آن را عالمان سال‌های اخیر اپیدمی بیماری غیر انفکسیونی نام می‌برند. موافق نشاندادهای تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در جهان زیاده از 250 میلیون آدمان گرفتار این بیماری میباشند و احتمال میرود که تا سال 2025 این نشانداد تا 300 میلیون آمده رسد. برای معالجه بیماری دیابت قند و غیر از موادهای گومونالی و سینتتیکی که از جانب فیرما و دیگر دولت‌های خارجی استحصال می‌گردند، موادهای رستنگی شفابخشی که در تاجیکستان میرویند اهمیت ضروری و اهمیت خاص خویش را دارند. با مقصد دریافت نمودن داروی طبابتی برای احتیاج این زمره مریضانی که از بیماری دیابت قند اذیت میکشند، اون رستنی‌های شفابخشی که در تاجیکستان میرویند ضرورت پیش آمد که جمع ضد دیابتی استحصال نماییم. نتیجتاً ما از رستنی‌های شفابخش برگ انگور، برگ چهارمغز، برگ توت، برگ لب، قیام جمع ضد دیابتی با نامگوی 4 برگ ترتیب دادیم. محمودوف خیام رزگویویچ، رئیس جمعیت علمی جوانان دانشگاه دولتی طب تاجیکستان به نام عبدالله ابن سینا، دهمین کنفرانس علمی عملی علوم جوان و دانشجویان دانشگاه دولتی طب تاجیکستان با اشتراک نمایندگان خارجی برگزار می‌گردد. مذکور چهارمین جشنی بوده. از سال 2006 انجام کنفرانس علوم جوان و دانشجویان در واحدگی برگزار می‌گردد. باعث افتخار است که نشاندادهای کنفرانس از آن شهادت می‌دهد که علوم جوان و دانشجویان بیشتر به کارهای علمی تحقیقاتی مشغول شده، شماره آنها دوره به دوره افزوده است. از جمله در کنفرانس مذکور بیشتر از 650 تالیفات علمی علوم جوان و دانشجویان به تب رسانیده شد، از جمله 250 تالیفات از علوم خارجی کشور میباشد.